این مجله برای سال 1392 12 سال پیش. خیلی چیزا فرق داشت ولی یه چیز هنوز اینجاست. صدای برندها، روایت آدمها، قصه هایی که گفتن و شنیدنشون هنوز مهمه. مجله طلا و جواهر فقط یه رسانه نیست. اینجا تاریخ ثبت میشه. قصه برندها، بالا و پایین‌های بازار، آدم‌هایی که ساختن، موندن و نذاشتیم که فراموش بشن. برندی که در یک مجله ثبت میشه، یک رد روشن، یک روایت مکتوب، یه سرمایه‌گذاری بی‌پایان تو حافظه صنعت به جا میمونه. برند شما فقط یک اسم نیست، یک قصه است و اینجا توی صفحات مجله این قصه است که موندگاره. راستی اینجا رو ببینین، 5مین نمایشگاه طلا و جواهر تهرانه. تازه 14 سال بود که ما در کنار صنف پرفروغ طلا و جواهر بودیم و امروز بیش از 28 ساله که صدای این صنف و صنعت هستیم. مجله تخصصی هنر صنعت طلا و جواهر ایران، حافظه مکتوب صنعت ما.